درخت بلوط یه نقش حیاتی تو اکوسیستم ایجاد میکنه و یه تصفیه کننده عالی هوا هستش. دی اکسید کربن رو میگیره و اکسیژن تولید میکنه برا ما و همچنین در مقابله با تغییرات آب و هوایی گزینه مناسبیه. بعضی درخت‌ها حتی عمری حدود 2000 سال دارن برا ما که ارزش زیست محیطی نمیشه روی اینها گذاشت، چون خیلی رشدشون کنده. هر سال 4 سانتی متر رشد میکنه و کلی سال طول میکشه که یه درخت بلوط اینجوری برا ما درست بشه و تصفیه کننده عالی هوایی باشه برا ما. و اینجا بلوط‌های زاگرس، نورآباد، دلفان، منطقه کاکاوند. ریشه درخت بلوط کمک میکند جلوگیری فرسایش خاک و ثبات خاک رو نگه میداره، خاک اطراف ریشهش رو و اطراف اون درخت. چوب درخت بلوط از چگالی 75 صدم گرم بر سانتی متر مکعب از چگالی بالایی برخورداره و همچنین با داشتن مقادیر تانیک اسید بالا در برابر حملات حشرات و قارچ‌ها خیلی هم مقاومه. چوب درخت بلوط از مرغوب ترین چوب هاست که در مصارف زغال متاسفانه استفاده میشه و این جنگل ها رو تهدید میکنه که ما آینده به کوه بدون و جنگل رو داشته باشیم.